بفرمایید. من روانی گشتم بعد 12 روز جنگ، گوی انگاری که بودم سالها معتاد بنگ. که بفرمایید. گاه گاهی تن ماهی، گاه گاهی لوبیا، اندرون خانم خوردم من اینها را، بیا. الف. اکس او احمد پرسید همه احوالش، عاقبت پیچاند من را، ادب و رعایت کنید. چی بگم دربارش؟ بله متاسفانه بسیاری از اکس ها با جمله عزیزم سمت شما موشک خورده برگشتند و عشاق نقره داغ شدند. شبا هنگام که من نور پدافند تو را دیدم، به خود آمدم و دیدم که در تخت خودم مؤدب لطفاً. من ندیدم اندر این شام سیاه یک بار مه، کل پولم هم به چخ رفت در حسابم در سپه. بله عزیزان، کنترل که نمیندازه این روزها، همه در بانک سپه حساب میلیاردی دارن ولی به پولشون دسترسی ندارن. شب و روزگار خوش.